نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. اینم برای همون پیج ساخته بودم 10 سال پیش. دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. الله اکبر، خامنه ای رهبر. باران رحمت آمد، خامنه ای خوش آمد. دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ما. و اینک آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله رهبر معظم انقلاب اسلامی ماست. الله اکبر. نحن جئناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات. أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك لن أخلف. قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز ما، ولی فقیه ما. الله اکبر. الله اکبر. حسینی خامنه ای راه. مردم ما یه شعاری رو همیشه میدادیم به دستان ابوالفضل علم دو خامنه ای نگهدار. ماشاءالله. بهت فرو رفته است. تحلیلگران پنتاگون که روی نقشه ها خیز برداشته بودند ذراتخانه موشک‌های سنگین، بالستیک، کروز، انواع پهپاد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما
استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شده. خب ما تو این هفته‌ای که گذشت چند شکست راهبردی رو در هفته اول شاهد بودیم. شکست اول ترور رهبر معظم انقلاب بود که طرح دشمن فروپاشی بود. خب محور اصلی دکترین آمریکا بر این فرض استوار بود که نظام جمهوری اسلامی یه سیستم قائم به شخص داره و با ترور رهبر عالی جمهوری اسلامی هرج و مرج و خلأ قدرت ایجاد میشه و از این جهت شکست خورد.